با دو چشمی خیره‌بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتش پرستان مادرم. السلام علیکم، سلام و درودی به پایان و کل تماشابینان شبکه شهنان. امروز جمعی تبریکاتی شهنان باز تبریکاتی آنلاین داریم که زیلالایتی همراهی آیلهشان، همراهی تایرکه من طول چندین سالها که در امریکا زندگی میکنند و امروز جشن زادروز خود را زیلالایتی جشن گرفته ایستادند. میخواهیم از نام فرزندان عزیزشان، از نام شاهرخ جان، جسمین بانو، از نام مادر عزیزشان عابدانه تبریک گوییم. این لحظه ها را همراهی شمایان به هم بینیم. ما آغاز کردیم. Салам алейкум. Мое сердце, я твои Днем рождения. целую руки. Задруз мубарак. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. زیلالایتی روز تولد مبارک شود. همیشه موفق باشید. خوشبخت‌ترین زن دنیا باشید. شما تبریک میگیم از نام جگربندان عزیزتان، از نام شاهرخ جان، از نام جسمین بانو، از نام مادر عزیزتان که بسیار یاد کردن شما، از نام عابدانه تبریک میگویم. گفتن دیروز همراهی شاهرخ جان صحبت کردیم، سنکه اینا بینید که ما مایده بودیم، الکه کلان شدیم. این تقدیر، این عمر هم خیلی به شفقت بوده که همین خطر عمری پدرم، همین خطر عمری مادرم مسافری بگذشت. من با یک قطعه هم خیلی علم بودگیش همین که من پگه بینید سحری که تلفن کنیم بیم پگه کتی خسته کار رفتگیشونه میبینه. سحری بر وقت نمازی بامداد میخزن، نمازشون میخونن و اپشتی کار میشن. من نظم میبینم شونه من چقدر خدمت کنم پیش پاشون، با چقدر گنجینه دنیا بیارم کمای. من امروزم با یکتا روزی نقششون مسافری بگذرونسیم. عذر پرسه انومی من که یانشون به استاده نتونستیم. من خدا خواهد همه نیتاشون به میرسونم. خدا خواهد از همه خوشبختترین پدر مادری من میشوند. گفته شاهرخ جان که شب صحبت کردیم، راستش زیلالایتی بسیار خرسند شدم با این تربیت نیکی شما، با این مهنت حلال که حقیقتا همراهی تایرکم. من چند سال وزا مسافری به میگرده، خداوند میداند چقدر مشقت، چقدر عذاب میکشتگی مسافرای. فقط شمایان همین حیات و همین عمر خودتون صرف کیسه برای فراوان زندگی کردن فرزنداتون. با یک بار دیگر زادروزتون مبارک باشد. از نام دو دادرتون، از نام دو کلین پاشاتون، از نام شاهرخ جان، از نام جسمین بانو شما تبریک میگویم. مادر تو شعر بهترینی من، مادر تو شعر بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماه نازنینی من، خدای در زمین من. ایا مادر فدایت من، ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نه آید کس بجای تو، همه دنیا نمی ارزد بگردی خاک پاک تو. ایا مادر فدایت من. زیلالایتی زادروز مبارک باشد. خدا خواهد ساق سلامت همراه تایرکم بیایی و دمی پیری و دولت پیری دیدن نصیب کنه، زیارت عمره، زیارت حج اکبر نصیب کنه و حاجی بابا و حاجیانه گفته شما تبریک کنیم. همون نمازاتون و دعای کیسگیتون خداوند به همون دعاهاتون رسونه. در پناه خدا باشه. ساق سلامت روز زادروز با خوشی خرسندی گذرونه. و تمام مسافران که در امریکا هستن از نام ما سلام رسانید. بار دیگر از نام جگربندان شما تبریک میگیم. اگر سلامتون باشن یا توی نقصتون باشه برای بعد از چند ساعت ها اینترنت به میبره خدا خواهد رسوندگیتون ممکن. سلامت باشه. نقص گذارونه سلامت باشه. خدا خواهد توی کنه آمده خیاتون با خدمت کردن نصیب کنه. انشالله سلامت باشه. سلامت باشه. همه سلام گوید. خب سلامت باشه. روز خوش داشته باشه. سلامت باشه. خب اینک دوستان عزیز این بودن باز دل کسی را شاد کردن میگویند در زیارت کعبه الله برابر است. ما دل مادر عزیز را شاد کردیم. دیتای نکو را از نام فرزندان به افتخار مادر عزیز رساندیم. ما از عهده‌اش برآمدیم یا نه؟ البته در ایضاح در کامنتاریا فکر خود را گذارید. بگذار هر پدر مادری ما در سر ما سایبان باشند. زادروز مبارک زیلالایتی بار دیگر تبریک میگویم.
سلام مادر سلام مادر برایت احترام مادر همه آن سختی ها بگذشت و پیشوازم برا مادر توی تنها امیدی من توی راهی سفیدی من رسید وقتی دعاگویی دعایم کن دعا مادر رسید وقتی دعاگویی دعایم کن دعا مادر سحر بعدی نمازی بام دادم و درگاهی خدا زاری نمودم سحر بعدی نمازی بام دادم و درگاهی خدا زاری نمودم